افت شدید زلاتان ابراهیموویچ. ناراحتی زلاتان ابراهیموویچ و آخرین پارت کریر مد زلاتان ابراهیموویچ. با همونطور که دیدید و شنیدید، افت شدید زلاتان ابراهیموویچ، ولی تو اولین بازی چمپیونز لیگ برو ببینیم چیکار میکنه آقای زلاتان ابراهیموویچ. آیا میتونه برنده از بازی در بیاره یا خیر؟ بسم الله. آفساید. ببخشید همونجور که دیدید و شنیدید، افت شدید زلاتان ابراهیموویچ و ما قراره این افت شدیده رو بخوابونیم اگه خدا بخواد. زلاتان ابراهیموویچ گرفته همچنان واقعیت افت شدید زلاتان ابراهیموویچ. خب بگیرش. خطا من که نمیگم، من هیچ وقت گوشیم شارژ رفت. شانس ما بگی بزن پاس به عقب بده. بزن. وای یه پاس همچنان توپ روی هوا، یه ضربه سر بیفایده توپ بیرون میشه. نیمه اول تموم شد. بزن سر بیا بابا بیا دیگه. نو بیم به خدا.
بار برمیگشتم. اوت ننداز منو بیرون فقط. بده خوب بابا بده. خیلی خری. ننداز. وای انداخت بیرون. وای بزن. وای گل ماشالله. دقیقه 90 تموم شد. بردیم. نه هنوزه زلاتان ابراهیموویچ نتونسته هیچ گلی برای تیمش به ثمر برسونه، چه در لیگ و چه در چمپیونز لیگ. من رفته بودم کاری انجام بدم، تصویر رو براشم توی بازی ما حضور نداره. اومدیم تو چمپیونز لیگ دوباره. توی بازی حضور داریم. ایوه سعید از ویلسون حفظ کنیم با تک گل شماره 10. خطا. ابراهیم روزناستان وای تا نزدیکی در روزه میرم برمیگردم. بابا بگیر توپو. ماشالله. من دستمال رو به دلیل اینکه
حساسیت فصلی دارم من. استفاده میکنم. بیا 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 بابا بیا. نگاش کن. زلاتان 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 برمیگرده ابراهیموویچ. زلاتان زلاتان زلاتان. بده 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 بابا شوت نکن. بگی بگی بگیر بگیر رو نسل تکون بخوره. سر دستاری بابا چرا من تفت صورتت رو بالا سوزله. تفت صورت 11 چند تفت صورتت. مساوی اومدیم دوم. تو لیگ ساعت ریم ایول ویدیو کنم استوب خورده. تو لیگ بازم اولیم. اومدیم سراغ یه بازی که اگه زلاتان گل نزد اینجا رو خاک بر سرش. باید خیلی حواسمون باشه به این بازی. بگی خب بده. خب همون اول من که نرفتم بده. خواهی یه ساعت برگردی و باس بدی میگه نه تو بده. خب فشار قرار بده. عالی عالی عالی. بودو وای خوردیم گل. یاد اوه واو. حواستون جمع کنید. این بازی بسیار حساس و حیاتیه. خطا نکن دیگه. بزن زلاتان. وای
وای البته گلم میشد آفساید بود. ولش کنید نداشت. وای وای پدر. برو زراتون برو زراتون برگرد. بابا بیایید نزن. وای کن نه خوب بازی کن. تو رو خدا وای تو رو خدا بابا داشتم خوب بازی میکردم. اذیت میکنه. وای بزن. وای مساوی نگیری از اینا. بدو اینا ما ببریم بدو. وای بابا درست بزن. برو فقط گلش کن. بابا مسخره. مساوی دیگه ندیدی. خاک تو سر باش. 14 بکنم دوم نه صدر جدول. یه نگاه به لیگ بندازیم. یه نگاه به لیگ. اولین با 28 امتیاز. ایوان ولی بازی گرم بزنیم دیگه نمیتونیم بریم بالا. اینجا بریم سراغ UCL. این چندمی تو گروهمون. اولین با 2 امتیاز. عالی. این بازی گرم بزنم دیگه عمرم بتونم برگردم به دوران اوجم. بازی رو باید گل بزنم. وای ولی دارم گفت میزنم. گل نمیزنم. خدا یه بازی با من باش. خدا اصلا منو ول کن. من بدبخت که فقط خوش زد. برو زرتم برو زرتم برو برگرد. بابا بیا این بر ای تو نرفیم. برو بده بیا بده نزنین بابا. خطا نکن. بذار من یه گل بزنم. میذارم یه گل بزنم فقط. نه انتظار داری بذارم. یه مدافع گفت نه. بده جان من بده وای پوشش آفرین. ای وای
بزن زیرا تو. وای 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 داشت میرفت تو گل. دروازه بانه. بده جون من بده جون. وای 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 بزن بزن. وای ماجه نمیشه. الان چراغ داد. این ضد حمله خیلی خوب. این قشنگ بود. خدا وکیلی. باید گل بزنم خدا. یه امروز باید پیروز بشم. باید پیروز از این مرحله بیام بیرون. کسافت شانس. آقا خطای دی. ها دوا. بابا تو به نفرستیم. الان من تعویض میکنم. بچه ها گوشه وای 5%. بزن. من یه لحظه برم شارژر رو بیارم. الان میام در خدمتتون. خب آقا ما اومدیم. شوت از زیادتون که دیدیم به گل تبدیل نشد. چقدر شانسمونم بد بود. نه 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 نه. خیلی خرینگه میذاری من برم بیرون. خودتون بود اصلا به من چه. داشتم نه دارم خوب بازی میکنم. روز به روز دارم بهتر میشه. ولی گل نمیزنم. چیزی که برام مهم. باختیم. هر سال از صدر جدول کشیدیم کنار. البته هنوز نیم فصل نشده ولی خب می‌بینید که ما خداحافظی کردیم با PSG. احتمالا خداحافظی کنیم. نه بریم یه تیم دیگه اینجا بمونیم. احتمالا به شرط لبم باختیم متاسفانه 1-0. خب اینجا اومدیم دوم. توی سوئل هنوز اولیم و بازی آخرمون که تکلیف صعود کننده معلوم. صعود کننده که تو این بازی مشخص بشه. یعنی تو این بازی مشخص بشه که چه تیم صعود میکنه و چه تیم صعود نمیکنه. آفرین. تو این بازی همه چیز مشخص بشه. ابراهیموویچ بابا زلاتان دهن سرویس کرد. خب یه گل بزن. من سلام گرفت والا. یه گل بزن. دهنم ای واو. ماما میا خاک تو سرت به کی باستادی.
چمپیونز لیگ هم هست. خاک تو خودتون بره هر غلطی دلتون میخواد بکنید. تو سرتون بزن. بابا نمیشه به خدا. دروازه خالی میزنه بیرون. تو سرت کنم. سلام نمیتونم میزنه. تو سرت کنم. بگیر بگیر بگیر. بگیر تو سرت. بگیر دیگه. بابا خاک تو سرت. خب بعد باید خدا. مانم یاده پاس بده جلو. خب نمیبینی تیم دیگل عقبه. خیلی خری اصلا. خود خری اصلا شک ندارم. بزن. با خدا پنالتی بود. به قرآن پنالتی بود. با بیا بریم گام شیم. پنالتی بود. چی بگی شما؟ دیوانه میکردیم. رمانی میکردیم. به خدا رمانی میکردیم. بابا خطا نکن. نه خوبه. بیا بابا چرا اینقدر من اذیت میکنه؟ خب صبح تو میاد من یک گل بزنم. هیچ دیگه به خدا زورتون میاد. بیا بابا خطا. من هنوز نکشونیم 4-4. آخر مهلت هست دیگه. خب بزنم. بزن بابا بزن. وایساده دارم منو نگاه میکنم. بده برو زیرسان. برو پنالتی. بابا یه پنالتی بگیر. یه چی بگید. نه بیا وای نفرست داخل.
بزن. گل 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 توی دروازه. 1-1 تمام میکنیم کارو. تمام. تو لالیگا دوم هستیم و تو این بود نمیشون. پیسرو مسد جدول. بابا تو رو خدا به من یه دارم خوب باز میکنم، روز به روز دارم بهتر میشم. خطا نبود من دو طرف زدنش. خیلی تو دیگه داورت خوبه. گل نزد. یا خدا. بیا بزن دور کن. بدو بیا 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 بس ایول. خطا نکنید. وای گل خوردیم. شادو دروازه‌بان چی گرفت. تموم شد نیمه اول. برو بریم سراغ نیمه دوم که مطمئنم یه گل بزنه تیممون. خودمون که نمیتونیم گل بزنیم مطمئن. گل شوت گل. یک صافت شانس. بابا بیا این ور تو رو خدا. بذار من یه گل بزنم. الان 14 لیگ 13 هفته گذشت من یه گل نزدم. شرم آور. اونم زلاتان ابراهیموویچ و هنوز صدر جدولی. بیا بده. اوه بابا بیا این چی. آفساید بیا برو بیرون. مسخره. دیگه چو شد من نمیدونم. مسخره شد. در بابا
اوه زلاتان راست با اوه بازی خطرناک، بازی بسیار خطرناک. زلاتان کجا بازی میکنه؟ RWF بابا خیلی دور لذت میکنه. پاسو میدادی همون اول. من یه گل میدادم تو بازی به این حساس. بیا بابا شوت نکنید بابا منم آدمم به خدا. اصلا بازی مسخره شد. ابراهیموویچ زلاتان بزن. به جان مادرم زدم بابا نمیزنه. چهل دقیقه شد یا ابوالفضل.
شاید اگه دستم میاد دوربین میخوام درخواست پاس کنم. تموم شد. این ویدیو هم به پایان رسید. بله، این ویدیو کاملا به پایان رسید. باز مسخره ای بود. هنوز زلاتان نتونسته گل برای تیمش به ثمر برسونه، ولی ما هنوز ادامه میدیم که بازی که انجام بدیم، بعد ویدیو رو میبندیم. بزن وای، خودتون گل نمیزنید، به من چه ربطی داره؟ نگاه خاک تو سرت. اوه خوبه، سردیم هنوز 18 بود. حضور ندارم در این خدا شکرت. اوه این بار تغییر سیستم داد، منم گذاشته بالای بالا. دیگه داره همین کار میکنه، من با چیزی که میخوام برسم دیگه. ببخشید. حساسیت فصلی ما هم کشت. ماشالله بیا حالا بیا بابا، چی میگیری؟ چی بابا کن مسخره. خیلی بالا فرستادی. این خطرناک میزنم، از سویسش مشخص چه آدمیه. بیا 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 بیا. فوی چه شانسی میاریم در این موقعیت. بده بابا، صورت نره. کار خوبی کرد داور، بهترین کار داور. گل زلاتان ابراهیموویچ. گل زلاتان ابراهیموویچ. گل زلاتان گل زلاتان ابراهیموویچ. چه گلی!
به پیداشم زلاتان. حالا بازی میشه 1-0. تو امید باختی ها، ما امید برد نشستیم. جون گرفتم، زلاتان دیگه جون گرفت. 50 دقیقه شد ویدیو، 50 دقیقه شد، 50 دقیقه بدون اونم. من بدون سانسور برای شما میذارم، نمیام یه جا رو کات کنم، همه جای ویدیو رو براتون میذارم. مثلا لازم نیست شما بخواید، چون یه بار سانسور کردن دیگه موقع 2 تا موقعیت و ادیتور نداشت. احسان کنه. Good job. Yes. من گفت آفرین. Yes. آفرین زلاتان، آفرین. نره ایوال تموم شد. کورنر. یو امام هشتم. بذارید بازی با تگل بنده تمام بشه. یا امام هشتم. تیم تو قوطیه یابا. بده همه. عالی زدم، عالی. فوت. عالی. بذار 90 دقیقه رو بازی کنم، یعنی خوب بازی میکنم. بابا من نفرست من باید گل زدم ناموزد. برو بریم خدا کنه با تگلمون بتونیم بازی رو ببریم. شارژ لوب کرد. بیا برو دیگه. تمام شد. تگل زلاتان ابراهیموویچ. تمام صعود کردیم. به اوه چمپیون به تلویزیون زمین چی شد؟ بله به تلویزیون زمین زلاتان ابراهیموویچ چمپیونه. اوه میخوام یه ساعتش کنم. برو بریم سراغ یه بازی دیگه، بعدش ویدیو رو میبندیم. البته 1 ساعت شد، یکم زیاد، یکم که نه خیلی زیاد شد تا ویدیو. بیا.
بگیرش. ماشاءالله. این دماغم مثل این دهنم سرویس کرد. خب این دهنم سرویس سارید دماغمون. تاکل یو ما که سوالمون کردیم بانوانم. واسه یا امام حسین بودو جان بودو بیا خیلی زیادن دفاع شد. اونم میتونیم ما به یه دفعه گل بزنیم. یا خدا یا امام یا خدا. بابا درست داری بزنی زلاتان یه نفره. ببخشید خطا. اوه والا این بفرست بیرون. صف تموم کردیم این دیدار رو. و او پیرسون منسیتی. اوه خوبه پیرسون منسیتی خوبه. رئال اومد بالا. بازی بعدی رو که حضور نداریم چیکار میکنیم. خب لیگ اومدیم سوم باختیم. خیلی عجیبه اومدیم سوم. خیلی عجیبه اومدیم سوم. باید ببریم. از اول اومدیم. چقدر ما اول اومدیم سوم. چجوری دوم نشدیم. گل
دماغ ما نمیدونم چشه. وای وای تو بیدار میشه. نمیتونم باید پاسداشو بذارم ابراهیموویچ همون اول باید مثل خودتون چطور به من پاس میدید؟ مثل خودتون من پاس تند و تیز و بی‌دقت. حالا من تند و تیز ندارم، فقط بی‌دقت دارم. یا خدا زلاتان بابا بیایید وای بده من تو بده یه ساعت بده دیگه. تمام بوم رفتیم شیشم رفتیم شیشم. رفتیم شیشم جونم. حالا بیا بالا. داره میزنه دیگه کثافت کاری داره میزنه. بده پاسو بده. خیلی گاوی خیلی. این شماره ده از اولین پارت تا همین الان یه پاس به زلاتان نداده. خودخواه. تو 100 تا گل زدی، من یکی زدم فقط. تو لیگ اصلا هیچی نزدم. تو چمپیونز لیگ یکی فقط زدم. بابا دارم بازی میکنم تمیز میکنی برای چی؟ بابا بعد از این ویدیو ما پارتو میبندیم. خیلی برو. بابا چی میگیری تو؟ آفساید. بردنش بیرون نکن. بذار که شوت مستقیم بذار بیاد سال. هیچ باختیم رفتیم شیشم. یا خدا
پنجم یا ابوالفضل. نکست مچ بابا، نکست مچ، تو خدا نکست مچ. آبرو شرف منو برین با بازی کن. بیا بالا، بیا بالا. پنجم اسکیپ مچ برادر، اسکیپ مچ. اومدیم چهارم، داریم میریم بالا. اسکیپ مچ. یس، چند تا بازی ها رو اسکیپ کنیم. چند یه ساعت و 2 دقیقه یا لایو بودن فقط نمیذاشتن. اومدیم پنجم. میگم الان تو چیز توی نمیتونم بگم. شرف هم گل رنکینگ که اول 13 تا گل. اصلا ما حضور نداریم. چرا یه نفر حضور داره. اسکیپ مچ بنا میخوام که سر اسکیپ خودم در نهایت میریم چندم. چهارم. جدی بگم اینو تموم شد. لیگمون فکر کنم نه کنیم چهارم. الان چند امتیاز داریم؟ 48 امتیاز من. یه بازی بباخت، یه بازی ببرم، یه بازی ببرم، یه بازی. چند کردی بازی رو؟ چجور میشه ببینم؟ لعنت به پدر یزید. بابا بیا بالا، همش پنجمی. بیا بالا، بیا بالا. دیمونمون کردی، بیا بالا. ساعت هنه اومدیم تو چمپیونز لیگ. اونجا هم نمانیم چندمیم اونجا. تا خدا یکی به من بگه. چهارم. یه بازی بابا، لعنت به پدرت. خب بچه رو شد از این ویدیو. اگر از این ویدیو خوشتون بیاد این ویدیو لایک کنید، چنل ما رو حتما کنید. این چنل ما رو بسیاریم بفرستید به که ما رو فالو کنید. حتما شما ما رو فالو کنید. این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو حتما دنبال کنید. زنگوله کنارشون بزنید و که یه ویدیو خفن گذاشتم سری با خبر بشید. و دوباره میگم این چنل ما رو بسیاریم بفرستید و به که ما رو فالو کنید. اگه خوشتون میاد حتما ما رو فالو کنید و پیج اینستاگرام بغل حتما فالو شه. و فعلا تا ویدیو بعدی بدرود. اینم آخرین پارت کلمات زلاتان ابراهیموویچ بود.